سازمان عفو بین المللی گزارش نو خود را درباره وضع حقوق آدمان در سال 2021 به نشر رساند که 105 کشور دنیا را فرا میگیرد. در گزارشش از حکومت اکثر کشورها از جمله تاجیکستان در پیوند به بیماری کرونا ویروس، سرکوب آزادی بیان منتقدان، استفاده از شکنجه و بدرفتاری در خانه و بازداشتگاه‌ها و مسائل دیگر به شدت انتقاد شده است. حامیان حقوق میگویند در طول یک سال گذشته اکثر حکومت‌ها از پاندمیه برای سرکوب باز هم بیشتر حقوق انسان سوء استفاده کردند. حقوق آدمان در سال 2021 در تاجیکستان چه شد؟ حکومت تاجیکستان با ادعای آنکه بیماری کووید 19 از بین نرفته است و توسط نظارت قطعیش بالای رسانه‌ها چاره‌های قبلا جاری شده حفظ بهداشتی را در دوره پاندمی خلل دار کرد. دسترسی جبردیدگان خشونت خانوادگی به حقوق و عدالت همان مشکلی زیاد دارد. موردهای استفاده از شکنجه و مناسبت دیگر بهرمانه زیاد پنهان شده است، ولی اطلاع در این زمینه همانا کم است. آزادی بیان به یگان اساس از طرف حکومت محدود کرده شده است. زده‌خور در مرز و پناهجویان در بخش مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان که ساکنان دو طرف بر سر دسترسی به آب اختلاف دارند، روز 28 اپریل سال 2021 زده‌خور سر زد. مقامات گفتند در این رویداد از طرف تاجیکستان 19 نفر کشته و 87 نفر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان ماه ایول سال 2021 اعلام کرد که برای قبول 100,000 پناهنده از افغانستان آماده است. رسانه‌های محلی ماه آگوست همان سال خبر دادند که 2000 نفر از افغانستان به تاجیکستان آمده به کشورهای سوم فرستاده شدند. ماه سپتامبر وزیر کارهای داخلی اظهار داشت که حکومت تاجیکستان برای قبول پناهندگان زیاد امکانیت ندارد. همان ماه باز 200 شهروند افغانستان برای گذشتن به تاجیکستان تلاش کردند، ولی تنها 100 زن و کودک توانستند مرز را گذرند. حقوق به سلامتی حکومت تاجیکستان اطلاع را درباره پنجشنبه بیماری کووید 19 تحت نظارت جدی گرفته بود و هم اثر آن را به سلامتی مردم کم نشان داد. در نتیجه این گونه عملیات برای پیشگیری از پنجشنبه بیماری و حفظ صحتی مردم چاره‌های مفید دیرتر روی دست گرفته شد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 26 ینور هنگام پیامش به پارلمان گفت گرفتاری به بیماری کرونا ویروس در کشور دیگر ثبت نشده است. طبق گزارش رسانه‌های خبری، کارمندان طب برای تشخیص ویروس زیر فشار جدی قرار داشتند. گفته میشد که دست کم یک پزشک پس از اعلان سنجش مثبت بیماری از کار رانده شده است. خشونت نسبت به زن و دختران، دسترسی جبردیدگان خشونت عائلوی به دستگیری، حمایه و عدالت خیلی مشکل است. قانون عاید به خشونت خانوادگی از سال 2013 به جبردیدگان امکان داده است که از چنین حادثه‌ها به ماموران انتظامی شکایت کنند، ولی قانون نهادهای دخلدار را برای تفتیش این گونه شکایت‌ها و افتتاح پرونده جنایی وظیفه‌دار نمی‌کند. پارلمان کشور طرح نو کودکس جنایی را بررسی کرد که در آن یک ماده مخصوص جنایی به خشونت خانوادگی بخشیده شده است. وجود این گونه ماده جنایی هنوز امکان نمی‌دهد که همه نمودهای خشونت از جمله خشونت روانی، تجاوز زن و شوهر و تجاوز جنسی از طرف قانون توسط این ماده بررسی کرده شوند. شکنجه و مناسبت‌های دیگر بهرمانه، برنامه عملی چاره‌بینی‌ها که همچنین یک بخش استراتژی نو اصلاح در نظام عدالت دادگاهی پیشنهاد شده بود، ماه فوریه اعتبار پیدا کرد. این برنامه نظارت مستقل بازداشتگاه‌ها، تکمیل دادن نظام ارائه و تفتیش شکایت شخصان بازداشت شده و تهیه نظام تفتیش مستقلانه مرگ در بازداشتگاه‌ها را پیش بینی می‌کند. به مقامات رسمی تنها درباره شماره خیلی کم شکنجه و مناسبت‌های دیگر بهرمانه گزارش داده شده است. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه در ماه مارس گزارش داد که در سال 2020 حداقل درباره 38 مورد شکنجه و مناسبت‌های دیگر بهرمانه پرونده‌ها را حجت‌گذاری کرده است. سازمان گفته است که این رقم تنها یک قسم کم شماره واقعی پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد. آزادی بیان مقامات به سرکوب فعالان مخالفین و آنهایی که حکومت را تنقید می‌کنند ادامه دادند. این مخالفین با اتهام دارای انگیزه‌های سیاسی و به مهلت‌های طولانی زندان محکوم کرده شدند. مقامات این چنین استرداد نمایندگان مخالفین را از کشورهای خارج درخواست کرده به تعقیب پیوندانشان در تاجیکستان و خارج ادامه دادند. سعید رحمانوف داماد خانواده شراف‌الدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان 2 ماه در یونان در بازداشتگاه نگاه داشته شد. مقامات تاجیکستان او را توسط اینترپل در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. حقوقشناس مستقل و
رئیس مرکز تاجیکان در مسکو عزت امان روز 25 مارس بی‌درک شد. پس از 2 روز نماینده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام کرد که عزت امان از روسیه استرداد شده در بازداشتگاهی در دوشنبه می باشد. عزت امان حکومت تاجیکستان را بارها برای بی‌تفاوتی به سرنوشت مهاجران تاجیک در روسیه تنقید کرده است. دادگاه شهر دوشنبه ماه اکتبر سال 2021 او را با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد. عضو سابق حزب نهضت اسلامی میرزای حاجی محمد روز 1 ایون با جرم عضویت در سازمان ممنوع افراطی به 5 سال زندان محکوم کرده شد. او سال 2020 در مصاحبه با رسانه‌ها مقامات کشور را برای دیر اعتراف کردن وجود بیماری کووید 19 تنقید کرده است. روزنامه‌نگار مستقل دلیر شریف بعد به آخر رسیدن مهلت جزایش ماه ینور آزاد گردید. او را ماه اپریل سال 2020 به 1 سال زندان محکوم کرده بودند. بر اساس قانون عفو که به مناسبت 30 سالگی استقلال تاجیکستان اعلان شده بود، مهلت جزای بزرگمیر یاروف 4 سال کم کرده شد. وکیل مدافع یاروف برای حمایت از چند عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به 28 سال زندان محکوم شده است.